به نام پروردگار بزرگ. سلام بر همتان. آرزو میکنم هر جای هستین جور و صحتمند و سر حال باشین، در کنار یکدیگرتان به محبت زندگی بکنین. ایرج حمیدی هستم. امروز هم آمدیم در شهر مزار شریف، جایی که من قرار دارم مقابل دانشگاه و پانتون مرکزی بلخ است و امروز همه هموطنان ما به خاطر پیشبرد زندگی خود به هر کار مشغول هستند و من امروز در کنار پانتون یکی از هموطنان خوب ما را میبینم که اینجا یک کراچی دارن و برنج سودا میکنن همراه با لوبیا. البته رستوران سیار دارن و خواستیم از اینا هم یک گزارش داشته باشیم برای شما عزیزایی که بیرون از افغانستان هستین، کسایی که داخل افغانستان هستین، براتون گزارش تقدیم بکنیم و آرزو میکنم تا پایان گزارش با ما همراه باشین، حرفای دیگر را با خودشان نزدشان میریم می داشته باشین و با ما در گزارش همچنان همراه باشین. سلام علیکم. سلام علیکم جناب. خوب هستین؟ شکر الحمدلله بخیر باشید. امروز من از اینجا تیر می شدم، همراه امین جان دیدم که شما اینجا یک کراچیگک دارین و کدام چیز به فروش میرسید. اول نامتون رو بگین و بعد بگین چی سودا میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. میرویس هستم از ولایت قندوز رسوالی خان آباد. فعلا در مزار شریف آمدیم مسافر هستیم. همینجا میخوایم که یک قابلی و کسب پدری است. قابلی دارین؟ این قابلی است؟ آها بسیار خوب. خب این پس تر چطور کنیم که سرد نشه؟ آها دیگه امروز پنجشنبه است. کارگرا بیچارا میان دیگه می زرنجه و این روبروی مردکارا سینمیاس یک غریبانه دیگه غریب رستوران است به نامش خود لور نصب نکردیم. دیگه فعلا دیگه به نام غریب رستوران همینجا جور کردیم. 30 روپیه 40 روپیه 50 روپیه مردمش کمش سیر میکنیم. بسیار خوب. قابلی دارین؟ اینجا چی است؟ نخود داریم لوبیا. خواهی نخود است و این چی است؟ یا لوبیا است. این لوبیا است. آها بسیار خوب. بازارم کمی سس بود دیگه فعلا. دیگه. خب بشی. خب یک همین لحظه مشتری تمام یک قابلی میگیره. خب هم کار میکنیم هم صحبت میکنیم. از چی وقت روز اینجا میایی؟ ما 11 بجه میم 11 بجه میم تا 2:30 بجه 3 بجه را هستیم دیگه. از 11 بجه تا 2:30 و 3 بجه. خاطر این پنجشنبه در بازارها سست است. یعنی دیگه نمی تو کاراست دیگه سیب دیگه می فعلا دیگه 200 روپیه و 1.5 روپیه خاطر اینو آمده که روزگار پیش برود. بسیار خوب. گفتی از قندوز هستی؟ از قندوز اینجا آمدین یا از اول همینجا بودین؟ نه قندوز آمدیم همینجا خودم همینجا عسکر بودم. فعلا ضیافه بخش شدیم. دمی حساب تنخیصی هستیم. دیگه از طالب گرفته آمدیم اینجا هم ضیافه بخش شدیم در بانک ای بی گارد بدیم ما. بسیار. فعلا دیگه میخوایم که اینجا یک روزگار خودم کرای خانه است و این چیزاست نمیره بکشیم دیگه فعلا خاطر اینمی غریبی آمدیم اینجا کار میکنیم دیگه. بسیار خوب. این قابلیتان خوراک چند است؟ خوراک دیگه گوشتدار 80 روپیه میدیم، به گوشت 50 روپیه. خب استاندارد با کیفیت بالا. با کیفیت بالا. کسب پدر ما مامی است، پاکستان هتل داری کردیم. فعلا حالی آمدیم بیایم کسب پدری را بگیریم. نامرد نیست، اگه چی میشه خانه‌مش کمش نمی سیر از دیگه. روزانه بدون از اینکه پول خرچ مصرفتان رو بکشین چند براتون میمونه؟ فعلا خود این روزا خالی از رقم مارکت هم کسی بازارا دیگه نمی خاطر نمی سلمه خاطر از می بازارا سست بعدم شکر خداست که همین روزگار خانه پیش میره دیگه. مقصد کار خوب است. کارش ان شاء الله خوب است. بسیار خوب. قابلی را گفتین خوراک چند است؟ 50 روپیه به گوشت 80 روپیه گوشت. 80 روپیه گوشت دار. باز دیگه در پالیش چی داره؟ سالنگی داریم، لوبیا میتیم، نخود میتیم دیگه چیزاست دیگه. لوبیا نخود. پیش از اینکه این کارو بکنین گفتین عسکر بودین نه؟ از عسکری بر ما کمی بگوین کوتاه چطور بود چگونه گذشت؟ والا 10 سال در نظام تیر کردیم، بسیار خوب بود، یک دوره خوب بود دیگه. همینجا اندیوالا دیگه کلش در مزار بودیم، امرو برای بانک ای بی بود. فعلا اونجا مرکزی رفتم محب تاور دانموجا سی ای بی دیگه اینجا. بسیار خوب دیگه. حالا شما این کار گرفتین. بدون از این چی کار میکنین؟ بدون از اینه که چیزی کار نمیکنیم، نمیره خلاص کنیم سودا را میاریم سبکی نماز خوانده با شروع میکنیم 3 دیگه پخته میکنیم میایم همینجا 3 دیگه پخته میکنیم. چند سر برنج روزانه دم میتین؟ برنج فعلا خود اکثر بود ولی کم میکنیم 2 کیلو 3 کیلو برنج پخته میکنیم. 2 کیلو 3 کیلو. گوشت چند کیلو پخته میکنین امروز؟ دیگه 1 کیلو میندازیمش. 1 کیلو. اینجا یک جای کم دارین؟ اینجا دیگه همینجا نگی طرف یایی؟ این کارگرا بیچاره میان اینجا نان میخره دیگه.
اینجا باز شما را کسی ممانعت نمیکنه که اینجا هستین کار میکنین؟ نکرده دیگه میفهمه که غریب کار است دیگه. خب پاک سوترا میکنیم اینجا باشه جور میکنیم اینا دیده میتونه حساب صفایی در روی سرکی تو صفایی نخواد باشم در هیچ جای ولی ما بسیار کنترل میکنیم به حساب صفایی. بسیار خوب بسیار خوب. امی لوبیا و برنج که برای از اونا دادین خوراک چند شده هر دوش؟ 50 روپا. هر دوش 50 اینش 40 روپا است 50 روپا. بسیار خوب بسیار خوب. در کاربارتون برکت موفق باشین. ما اومدیم گفتیم یک لحظه بپرسیم چطور کاروبار خوب میگذره دیگه پرسان کنیم ان شاء الله گفتین خوب است خوب میگذره. تشکر زنده باشی بخیر باشی. اگر خاطر ما چاش میمان میشوین نان تیار داریم. تشکر یک جهان تشکر یک جهان. تشکر از شما خیلی ممنون. بیننده های عزیز درباره از این خبر شما معلومات هم دادن گفتن چی است و حالا او طرف سرک یکی از هموطنای عزیز ما است که من میبینم بولونی میپزن. اگر اینجا همراه همکاری کنیم بریم از او عزیزی که بولونی میپز از او هم یک گفت شنود باش داشته باشیم ازش بپرسیم که چطور از کاروبار از موفق باشید. روز شما خوش. زنده باشه. خوش شدیم. خدا نگهدار. شما هم با ما در گزارش همراه باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ تشکر سلامت. بولونی هم خلاص شده یا که مانده؟ یک دو سه دانه مانده خلاص شده دیگه بای صاحب. بسیار خوب. نامتان؟ نجم الدین جان. از چی وقت صبح میایین اینجا شروع میکنین به کار کمک بیشتر بین؟ صبح 6 بجه میایم دیگه اینجا. 6 بجه میاین. بله. اینجا فکر کنم بولونی مانده. یک دو سه دانه مانده بله. آها بسیار خوب. جمع کردین دیگه کاروبار؟ بله جمع کردیم. تا چند بجه کاروبار است؟ مشتری دارین؟ تا 2 بجه هست دیگه. تا 2 بجه. بله. تا 2 و نیم. تنها خودتان است امریتون کسی دیگه نیست؟ نه کسی نیست تنها. ما اون طرف سرک بودم از اونام یک گزارش گرفتیم باز دیدم که شما اینجا هستین گفتم بیایم یک امروز شما هم صحبت بکنیم. کاروبار چطور است؟ شکر است میگذره خوب است. مقصد یک غریبی میشه کم غریبی میشه. روزانه چقدر بولونی فروش دارین؟ چند دانه؟ 110 115 الا 120 هم قدره داریم. بدون از چی کار میکنین؟ شما اینال فعلا شما بیکار میشین میرین خانه یا کاربار دیگه هم دارین؟ نه کارهای خانگی است. یگان کار اگه پیدا شد بازار یا سودا مواد دیگه کار نداریم غیر است. بسیار خوب. چند نوع بولونی داشتین؟ 2 نوع است. کچالو گندنه. کچالو و گندنه میجام کچالو گندنه مونده دیگه. بله. بسیار خوب. خیلی ممنون از اینکه بر ما وقت دادین و موفق باشین در کارتان برکت. زنده و سلامت باشین. بولونی تیار است اگه تشکر یک جان سلامت. بعد از چاش دیگه ما نان خورده. موفق باشین. خوش آمدین بخیر باشین. خداحافظ شما. بیننده های عزیز تشکر میکنم از همتان که تا این لحظات روز گزارش ما را بیننده بودین. من فعلا در جای قرار دارم که او طرف بانتون است و این طرف هم مارکت ها است. امروز آمدیم دیدیم اینجا از دو هموطنای ما فروش کار میکردن فروشات داشتن. خواستیم از اینا گزارش داشته باشیم و بر شما هم تقدیم کردیم. آرزو میکنم از گزارش امروز ما لذت برده باشین. تا گزارش بعدی همتان به الله پاک بی نیاز میسپارم. هر جا هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. ایام بکامتان.